برادری بزرگوار، قسم به عظمت و جلال الله، اگر نمازخوانی حقیقی و واقعی باشی، خداوند تو را از هر نوع گناه باز می‌داره و معن می‌سازه. سببی که امروز نمازخوان زنا میکنه، والله این نمازش از تحت دل نیست، نمازش همچون خودنمایی هست. نباشه نماز اگر به حضور دل، به خشوع و خضوع و به خواسته رضای خدا باشه، ان شاء الله که او شخصیت از همه نوع گناه باز می استه. دیگر حالتی که رب العالمین انسانهای بی نماز بیان کرده است، در روز قیامت خداوند بچنان برای جنتی ها و دوزختی ها حالت نمایان میکنه که جنتی ها حالت دوزختی ها را میبینند. چی نوعی که ما امروز این تلفن ها برآمده است، از این وطن به دیگر وطن هم دیگر دیده صحبت میکنیم، جنتی ها دوزختی ها را میدیدند، چی قدر عذاب سخت دارند، چی قدر ناراحت هستند. میپرسیدند ما سلککم فی سقر، جنتی ها میگفتند ای انسان های دوزختی، چی چیز شما را دوزختی گرداند؟ چی چیز سبب شد که شما دوزخ رفته؟ چی چیز شما را به عذاب دوزخ مبتلا گرداند؟ برادران بزرگوار، این جملهش اهمیت بده. چی جواب میگویند؟ چی جواب میگویند دوزختی ها؟ ما با چی خاطر دوزختی شدیم؟ قالوا لم نکن من المصلین، میفتن سببی که ما دوزختی گردیدیم سببش این بود که ما نماز نمیخواندیم. نعوذ بالله. سببی که ما امروز به این عذاب دوزخ مبتلا شدیم سببش این است که ما در دنیا نماز نمیخواندیم. برادر بزرگوار، ای شخصیتی که نماز نمیخوانه، این جمله را خوب اهمیت بده که جنتی ها با دوزختی ها صحبت میکردن، میپرسیدن با چی خاطر دوزختی گردیدی؟ جواب میگفته که سببش این بود که من نماز نمیخواندم. در جای دیگر رب العالمین میفرمایند که فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون، ویل است، ویل باد برای نمازخوانها، همون نمازخوانهایی که نسبت به نماز بی پروا هستند، همون نمازخوانهایی که نماز قضا میکنند، همون نمازخوانهایی که نماز یک چیز عادی میدانند. امروز اکثر از مردم ما در حالتی کارش نماز قضا میکنه. برادری بزرگوار، همون لحظه ای که نماز قضا کردی و کار کرده ساده ای، هر درآمدی که همون لحظه برای تو بیاید، والله قسم او پول برای تو حرام است. اون پولی که در حالت نماز قضا کردن نماز قضا میکنی، میگوی بیگه در خانه میخوانم، او پول برای تو حرام است. در یگان حالت و صورت نیست اجازت برات که نماز ترک کنی. زی معذوری اجازت روزه خوردن، نماز را نیست اجازت تا بمردن. تا مردن اجازت نداری برای نماز قضا کردن. برادری عزیز بزرگوار، ویل چی هست؟ الویل وادی فی جهنم. جناب پیغمبر گفتن ویل یک پستی و یک جای خیلی دشواری و مشقتی هست در دوزخ. از همه پسترین جای دوزخ ویل است که چرک و زردابی دیگر دوزختی ها در اون ویل می چکیده است. این جایی کی بود؟ است جای شخصیت هایی که نسبت به نماز بی پروا هستند. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم در روایت دیگر فرمودند ثلاث من حافظ علیها فهو ولی الله حقا و من ضیعهن فهو عدو الله حقا. تن سه چیزی هست که هر شخصیتی که این سه چیز را در حیات داشته باشه او دوستی حقیقی الله است. هر شخصیتی که سه چیز در حیاتش نداشته باشه او دشمنی حقیقی الله است. اینها چی هستن برادران عزیز؟ پناه به خدا، پناه به خدا از اون لحظه ای که انسان دشمن خدا شود. بگذار خداوند تو را دوست نداره، اما پناه به خدا که خداوند تو را دشمن بدانه. دشمنی به خدا خیلی گناهی بزرگ و نابخشیدنی هست. یکمین چیزی که انسان به دوستی خدا میرسانه، پیغمبر بزرگوار گفتن الصلاة، این نماز است. نماز است که انسان به محبت و دوستی الله میرسانه. دویمش و صوم و صیام، دویمش روزه ماه رمضان. ای روزه خور،
تو دوست خدا نیستی، ای بی نماز تو دوست خدا نیستی. من این را از خودم نگفته ایستادم، از من خفه نشو برادری بزرگوار. پیغمبر بزرگوار برای من شما گفته ایستاده است. و سیوم چیزی که انسان به دوستی خدا میرسانه والغسل من الجنابه، غسل کردن از جنابت. انسان از حالت جنابت خودش پاکیزه بگردانه. هر انسانی که این سه چیز داشته باشه دوستی خدا هست. هر شخصیتی که نداشته باشه و دشمنی خدا هست. برادران عزیز و بزرگوار، پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارکش فرمودند هر شخصیتی که 5 وقت نماز ادا میکنه، هر شخصیتی که 5 وقت نماز میخونه، من حافظ علیها کانت له نورا و برهانا و نجاتا یوم القیامه. هر شخصیتی که 5 وقت نماز ادا میکنه، این نماز برای او شخصیت در روز قیامت نور میشده است. یعنی آخرتی وی نورانی میگردانده است. آخرتی وی تاریک نیست، آخرتی وی ظلمت نیست، مشقت نیست، نورانی هست. و هر شخصیتی که نماز 5 وقت نماز میخوانه، این نماز او شخصیت نجات میداده است از قهر عذاب خدا و برای او انسان حجت میشده است، دلیل میشده است، دلیل حجت مسلمانیش. عزیزای خدا یک حکایت دارند، جایی هست مثال بیارم. میگن شخصیت خواب رفت، در خوابش صحرای قیامت را خواب دید که در صحرای قیامت است و خداوند براش حکم کرد که این شخصیت گناهگار بی نماز دوزخ ببره. این شخصیت میگه اون ملائکه‌ای که وابسته به عذاب است، چقدر برنج و مشقت عذاب، یعنی عذاب داده شخصیت کشان به سوی دوزخ بردند. این شخصیت هرچند خود را خفا میکشید، اما از دست اونها نجات یافتن محال است، ناممکن است. این ملائکه بردن، میگه این شخصیت در دوزخ انداختن، یک مدت عذاب کردند، خیلی عذاب کشید. این شخص در خواب دیده ساده است. از بین چند وقت گذشت، میگه این شخصیت دید که یک شخصیت نورانی زیبا از بیرون دوزخ آمد، به سوش فریاد کرد که ای فلانی بیا دست ببردار که من دست ببردار تا من از این عذاب دوزخ را خلاص کنم. میگه شخصیتی که در عذاب مبتلا هست به او صحبت کرد، گو برای چی وقتی که خداوند من حکم کرد که دوزخ توش بره، اون لحظه حاضر نشدی من خلاص کنی؟ برای چی اون لحظه که ملائکه های عذاب من عذاب داده به سوی دوزخ می آوردن، اون لحظه حاضر نشدی من خلاص کنی؟ برای چی یک مدت من در دوزخ عذاب کشیدم، اون لحظه حاضر نشدی من عذاب خلاص کنی؟ میگه این شخصیت براش چی جواب گفت؟ براش گفت که ای بدبخت، ای ابله، اگر تو من در وقتش ادا میکردی، در وقتش میخواندی و قضا نمیکردی، اون لحظه که خداوند حکم کرد که دوزخ ببره، من اون لحظه حاضر میشدم تو را شفاعت میکردم و خلاص میکردم. اما تو من در وقتش ادا نکردی، من قضا کردی و در وقتی پیرید فهمیدی که امروز یا فردا میمبری، در وقتی پیرید بعد از ترس مردن قضایی خواندی. اگر تو در وقتش من ادا میکردی قضا نمیکردی، همون لحظه ای که خداوند حکم کرد برای دوزخ بردن، همون لحظه من حاضر میشدم تو را خلاص میکردم. اما من در وقت ادا نکردی، قضا کردی. یعنی این نماز بود، اون نماز قضایی که بعد میخوانیش، اون قضایی بود که بعد از یک مدت عذاب دوزخ آمد این صاحب شه از عذاب خلاص گردانی. برادر بزرگوار، نماز انسان از عذاب دوزخ نجات میدهد، نماز انسان از عذاب قبر نجات میدهد.